خب من معمولا ویدیوهای 1 دقیقه‌ای ما هم به فارسی هم به انگلیسی در واقع رکورد میکنم. حالا این ویدیوی 1 دقیقه‌ای نیست، این ویدیوی طولانی تریه و در واقع یه مقداری به قول معروف دیپ دایو میریم توی بحثای حالا یا تکنیکال یا بیزینسی و معمولا آره اینو من اولین بار با انگلیسی رکورد میکنم. حالا میخوام یه ورژن فارسیش هم آماده کنم، منتها از اون طرف این ورژن ممکنه مثلا دیگه حالا آره کوتاه‌تر باشه یا خلاصه تر باشه یا اینجور چیزا. خب توی اون ویدیوی انگلیسی ما در واقع با هم شروع کردیم این پرزنتیشن رو درست کردن. پرزنتیشن داره میگه که چطوری این لارج لنگویج مدل رو برای مثلا فرض کنین یه بیزینس مثلا کلینیک بخوایم استفاده کنیم، چطوری باید اپروچ کنیم and so on. اولین کاری که کردیم این بود که گفتیم که یه نکته مهم بحث ریپورته. چرا؟ چون لارج لنگویج مدل به زبان محاوره، به زبان که نچرال لنگویج، زبان طبیعی در واقع میفهمن. واسه همین باید نگاه کنیم ببینیم کجای بیزینس ما نزدیکتر به زبان طبیعی و هیچی نزدیکتر به زبان طبیعی نیست بهتر از ریپورت ها، چون ریپورت ها رو واقعا می‌نویسین برای اینکه آدم ها بفهمن. درست؟ پس بهترین کاری که اول نگاه ریپورت ها کنیم. اولین کاری که کردیم این که رفتیم توی چت جی پی تی و از چت جی پی تی در واقع سوال کردیم که اوکی مثلا تیپیکال ریپورت هایی که بیمارستان چی هست و اینا رو به ما داد و اینا ریپورت های معمول یعنی خیلی مهمی هن، همچون که می‌بینید تعدادشون هم مثلا کم نیست و گفتیم اوکی پس ما این ریپورت ها رو داریم. بعد نگاه کردیم برای اینکه ریپورت ها دو قسمت دارن. یه قسمتیه که شما در واقع ریپورت رو تولید میکنید، یه قسمتیه که ریپورت ها رو کامپایل میکنید، ریپورت ها رو در واقع خلاصه میکنید، مرتب منظمش میکنید و مثلا برای یه لایه دیگه، حالا لایه ممکنه لایه بیزینسی باشه، ممکنه یعنی شما فرض کنید که مثلا هر مریض یه ریپورت داره، اما حالا میخواید ریپورت کل مثلا بیمارستان رو در بیارید بیرون، یا ریپورت کل مثلا فرض کنید این بخش بیمارستان رو در بیارید بیرون. اینا بحث خلاصه کردنیه. در واقع این میشد اینا کار نمیکنه. اوکی یعنی گفتیم ما یه جنریت کردن داریم، یک کامپایلیشن داریم. بعد خود جنریت کردن هم از چی میاد؟ از یه سری دیتا های اولیه میاد، مثلا گراف و ایمیج و اسپردشیت و اینجور چیزا، و متخصص این دیتا ها رو میگیره و از تو دلش ریپورت میسازه. درست؟ پس این میشه بحث جنریشن. کامپایلیشن یعنی آردی ریپورت آمده است، شما از همه این ریپورت ها جمع میکنید و در واقع اون رو میسازید. و بعد گفتیم بهترین کیس برای شروع بحث کامپایلیشنه، برای اینکه هم اینپوتش نچرال لنگویج زبان طبیعی، هم آوتپوتش زبان طبیعیه و این رو مدل‌ها خیلی بهتر میتونن جوابگو باشن. و بعد اون موقع رفتیم از چت جی پی تی و سوال کردیم که خب به ما بگو مثلا نگاه کردیم گفتیم بین این ریپورت هایی که چت جی پی تی گفته از همه بهترش مثلا میتونه حالا یا کوالیتی اشورنس باشه یا دیسچارج سامری باشه، چون اینا یه جوری اصلا میگه دیسچارج سامری یعنی خلاصه است، پس از ریپورت های دیگه داره میاد. بعد گفتیم که حالا به ما بگو مثلا تو دیسچارج سامری چه کامپوننت هایی هستن و این کامپوننت ها رو داد. و بعد وقتی که فهمیدیم اوکی پس این کامپوننت ها هستن، حالا ببینیم چجوری باید اینا رو آماده کنیم برای لارج لنگویج مدل. و اون قسمت پرامپت انجینیرینگ، یعنی قسمتیه که ما در واقع مثلا اینجا بذاریم identification of like problem finding for example، و اینجا رو ما بهش بگیم مثلا در واقع prompt engineering. اوکی که مثلا تشکیل شده از اینپوت و آوتپوت و ادمنستریشن، مثلا اینستراکشن. اوکی خب حالا بعد گفتیم که فرمتی که ما میخوایم به مدل بدیم، فرمتی که اول اینستراکشن داره، برای این مدل توضیح میده که وظیفش چیه. اینجا وظیفش اینه که دیسچارج سامری درست کنه از این اینپوت هایی که بهش میدیم. بعد لیست میکنیم اینپوت ها رو، میگیم این اینپوت های مختلفه، حالا از مدل میخوایم که به ما دیسچارج سامری رو بده. درست؟ ممکنه یه مدلی خودش خیلی مدل خوبی باشه، فرض کنید GPT-4،
و بهش بگیم که اوکی ما یه کیس بهت میدیم، خودت به ما دیسچارج سامری بده و بریم دیسچارج سامری خیلی خوبی داده، ممکنه خوب نباشه، مثلا یه مدل اوپن سورسی که ما میخوایم استفاده کنیم اما بلد نیست دیسچارج سامری به ما بده. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که شروع کنیم یه سری دیتا جنریت کردن. این دیتا ها میتونه از خود هاسپیتال بشه، میتونه حتی از خود جی پی تی 4 باشه، یعنی از جی پی تی 4 بخوایم دیتا جنریت کنیم که اون مدل دومیه رو که کوچیک‌تره مال خودمونه، هر جا دلمون میخواد میتونیم بذاریمش، اونو فاین تیون کنیم. درست؟ پس این پروسه فاین تیونینگ یعنی که ما یک عالم از این کیسا داریم که آردی دیسچارج سامریش هم پر شده، یعنی این تیکه هم نوشته شده. درست؟ پس میایم همه اون مثلا فرض کنیم ممکنه ما مثلا 100,000 تا کیس داریم که آردی مثلا تو چند سال گذشته ما میدونیم کیس پیشنت ها چیا بوده، دیسچارج سامریش هم معلومه. اون موقع شما اینا رو میدین به مدل و بعد دفعه بعد که ازش برای یک کیس جدید تا اینجا رو بگید و اینجا دیگه به بعدش نگید، مدل دیسچارج سامری رو میگه، آخرش هم یه اند براتون میزنه. و گفتم حتی ممکنه که این 100,000 تا دیتا هم سینتتیک جنریت کنید از جی پی تی 4 که حالا تو جلسه بعد ما واقعا این کار رو میکنیم، یعنی واقعا یه مدل رو میاریم، واقعا شروع میکنیم دیتا جنریت کردن و بعد فاین تیون میکنیم و نشون میدیم که این جلسه حالا ممکنه بیشتر تکنیکال باشه اما خب مثلا به درد کسانی هم که فقط بخوان تو بیزنس استفاده کنن میخوره. مرسی.